این واقعاً دیوانه‌وارترین نوع ماهیگیری است که تا حالا دیدم. دو ماهیگیر طناب‌های تور را می‌گیرند و مستقیم به داخل اقیانوس متلاطم می‌پرند. قایق پرسرعت فوراً آنها را صدها متر با خود می‌کشد و همزمان تور عظیم به عمق دریا کشیده می‌شود. اما این حرکت به ظاهر دیوانه کننده کار روزمره ماهیگیران سریلانکایی است. این ماهیگیری معمولی نیست، ماهیگیری تجاری بزرگ مقیاس با بهره‌وری بسیار بالاست. کاپیتان قایق را به دور دسته ماهی‌ها می‌چرخاند، در حالی که خدمه تور را در آب رها می‌کنند. در پایان این دایره توری با طول بیش از 1000 متر کاملا داخل آب قرار گرفته است. اگر عملیات موفق باشد، کاپیتان می‌تواند ده‌ها هزار دلار درآمد داشته باشد. وقتی تور شروع به جمع شدن می‌کند، می‌بینید که آب از شدت تلاش ماهی‌ها برای فرار منفجر می‌شود. در نهایت تور بالا می‌آید و توده عظیمی از ماهی‌ها نمایان می‌شود، آنقدر زیاد که انگار برای یک عمر کافی است. آنها نمی‌توانند تور را یک بار بالا بکشند چون پاره می‌شود. بنابراین ماهیگیران ماهی‌ها را یکی یکی به داخل قایق می‌آورند. آنچه روی سطح آب می‌بینید فقط بخش کوچکی از صید است. بیشتر صید هنوز زیر آب قرار دارد، آنقدر بزرگ که برای حمل همه آن به چندین قایق کوچک نیاز است. حالا سوال اینجاست، آیا تو این روش را می‌شناختی؟